پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان ملي اسمبلی ته چې په اساسي قانون کې د 28م تعدیل داسې مسوده وړاندې شوې ده چې له مخې به یې هلته د پاوځ مارشال د ټول عمر لپاره مارشال وي او امتیازات به یې ترلاسه کوي. دغه مسوده چې تېره ورځ سنا جرګې ته وړاندې شوې او لا وروسته یې شوې نه ده، د پاکستان په پوځي برخه کې 15 لوی بدلونونه رامنځته کوي. د پاوځ مشر به له دې وروسته د دفاعي ځواکونو د مشر په توګه پیژندل کیږي. د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې پوسټ به له منځه ځي. د ملي ستراتیژیک قمندانۍ پوسټ به رامنځته کیږي چې مشر به د دفاعي ځواکونو د مشر په سپارښتنه د لومړي وزیر لخوا ټاکل کیږي. د پاکستان ولسمشر به د لومړي وزیر په مشورې د پاوځ هوایي او سمندري ځواکونه مشران ټاکي. د پاوځ 15 ستورو رتبو لرونکو افسرانو ته به د اساسي قانون د ټول عمر ملاتړ ورکول کیږي. د پاکستان اپوزیسیون او مدني فعالانو پر دغه تعدیل نیوکه کړې، ویلي دي چې دا بدلونونه به په دغه هیواد کې واک ته لا د پاوځ پر لور درنه او ملکي اداره به لا کمزورې کړي. عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر زلمی افغانیار صاحب. زه یوسف خان لاله یم. افغانیار صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. افغانیار صاحب غواړم چې وپوښتم چې که دغه مسوده په ټوله کې تصویب کیږي په پاکستان کې، فکر نه کوئ چې دا به په خپله د واک یوه داسې ناورین منځته راوړي چې د پوځي حکومت او د ملکي حکومت ترمنځ به د واک تفکیک نه کیږي؟ بسم الله النور الذی یدبر الامور. احترامات خدمت شما از همه طریق اسلام میخوام داشته باشم خدمت ملت افغانستان، هموطنان عزیز ما و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستند. امیدوار هستم آرام و صحتمند باشند، در کمال آرامش روحی روانی همراه از فامیل محترمشون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. در شرایطی که تقابل ها رو و مطرح بحث با کشورهای همسایه خاصتا افغانستان دارند، این صحبت ها و پیام هایشان بر این برمیگرده که برنامه استخباراتی فراتری را و مطرح بحث دارند. این که ایجاد فاصله ها فیما بین ملت و حاکمیت پنجابستان مطرح بحث شده، خب اظهر من الشمس هست. در گذشته هم فیما بین حکومت ملکی و نظامی فاصله ها بود و فیما بین حکومت و مردم هم فاصله ایجاد شده بود که ده ها میشه مردمشان به خاطر استقلال خواهی مبارزه میکنن و هم مسلحانه. اما این که در پارلمان و سنایشان این قانون را میخوان پاس بکنن و صلاحیت های بیشتری را بر رئیس ارتش بدن، بر مبنای از این هست که به نحوی پیام های غیر مستقیمی را به منطقه و جهان و میخوان مخابره بکنن. حکومت پاکستان کی مستقل بوده که حال باز دوباره او استقلالیت مطرح بحث باشه. وقتی که او نخست وزیر خود عمران خان که به روسیه سفر کرد، از روسیه برگشت، او را آمدن بندی ساختن. امروز باز به خاطر از اینکه پنجابی ها در حاکمیت هستند و بسیار از مناطق را او کنترل میکنن، بر خود یک راه برون رفت رو ایجاد میکنن که از این را او بتوانند منفعت های بیشتر کسب بکنن و تطبیق استخباراتی برنامه های آمریکایی انگلیسی را در کشورهای همسایه و بر مردم خود داشته باشند. اگر به واقعیت او به فکر مردم خود هستند، پس چگونه به خود صلاحیت میدن که مورد تعقیب عدلی قرار نگیرن، به محاکم سپرده نشن؟ اگر رئیس ستاد هست یا رئیس استخبارات و یا هم رئیس جمهورشان، وقتی تخطی انجام میشه تمام مردم باید در مقابل قانون یکی باشن. بله، همدغه خبر په خپل ذات کې ویل شوي چې که د پاکستان ولسمشر البته که دغه مسوده تصویب کیږي، وروسته له دې څوک حق نه لري چې هغه بازداشت کړي او په ټوله کې ونیسي. همدارنګه وزیر اعلی، همدارنګه د پاوځ مارشال. فکر نه کوئ چې اوس به د هر پوځي مشر هغلته کوشش کوي چې د مارشالۍ رتبه ځان ته واخلي او تر پایه پورې د پاوځ د امتیازات څخه ترلاسه کړي؟ هغه کوم امتیازات چی دي؟ پنجابی ها در هر جایگاهی که قرار بگیرن هدفشان اعمال برنامه های فرامنطقوی بر مردم خود و کشورهای منطقه و فرامنطقوی هست. این که برای خودشان قانون را پاس میگن و در قانون خودشان خود براعت میدن، این نشان دهنده خلای قانونی در کشورشان هست. اگر سنا یا پارلمانشان او را میای قبول میکنه، بر مبنای از این هست که بر اساس تطمیع و خواسته های فرامنطقوی هست. وقتی کسی که مرتکب جنایت میشه و یا که قوانین کشور خود از زیر پای میگذاره، باید در مقابل قانون تمام شهروندان یکی باشه. این که شما برای خود صلاحیت بدین که شما را کس تحت تعقیب عدلی قرار نده، خب شما ظلم میکنین، تهجر میکنین، قتل میکنین، نسل کشی میکنین. همون شکلی که رئیس ستاد پنجابستان و نیروهای استخباراتیشان با ده ها هزار نفر از بلوچ ها، از سندی ها، از پشتون ها را کشتن و هنوز هم مقبره هایشان معلوم نیست و همین فعلا در کشور خود او جنایت را انجام میدن. پس وقتی که در این جنایت او سهیم باشن و پارلمان و سنا بر از او براعت بده، پس جای قانون به کجاست در کشور؟ طبعا قانون مطرح بس نیست.
درست دغه پوسټ ته په دې وخت کې څومره اړتیا وه یعنې داسې ویل کېږي چې کله دغه نوی پوسټ منځته راځي دوی به په ټول پوځي ځواک باندې حتی تر پولیسو پورې به دوی کنټرول لري که دلته د بیلګې په توګه که داسې وایي چې د پوځ کوم برید کېږي یا کومه حمله کېږي یا د دفاع لپاره کوم څه لومړی وزیر به یو څه وایي د پوځ مشر به بل څه وایي فکر نه کې دلته یو څه یو تناقض رامنځته کېږي در شرایطی که حکومت پنجابستان رو به اضمحلال هست مردمشان علیهشان هست آزاد پختونخواها بلوچها سندیها و از طرف دیگر کشمیری خواه و از طرف افغانستان علیه خود اکتیو ساختن او قانونا بر خودشان میمانند اگر مشکلات خود با کشورهای همسایه و فرامنطقوی حل نسازند این یک موج‌سواری سیاسی هست و میخواد از آن مردم خود و مطبوعات را به طرف دیگه او بکشانند که گویا ما قوانین را پاس میکنیم که ما بتونیم مستقلانه عمل بکنیم و یا هم این که برای رئیس ستاد در رابطه با حمله و یا هم بازدارندگی حملات صلاحیت بیشتر داشته باشه. هدف چی هست؟ وقتی که میلیون ها مردمتان در پنجابستان علیهتان هست شما مردم خود با صلاحیت هایی که قانون بر شما میده و از طریق پارلمان و سنا میخواین بیشتر بکشین جنایت بکنین نهادهای بین‌المللی باید نظارگر باشند حکومت های دیکتاتور هست که برای خود و برای اعضای کابینه خود همیشه تکلیفی های قدرت های سیاسی استخباراتی را میخواد و این پیام از ایام کمتر از یک دیکتاتوری استخباراتی نیست که بر مردم پاکستان و میخوان اعمال بکنن. دغه نوای کوم بس چې قرار ده چې منځته راشي ویل کېږي چې د پاکستان د اټومي ځواک ټول اختیارات به هم د په لاس کې وي او دومره به لومړی وزیر یا هم په ټوله کې ولسمشر هم دلته واک نه لري تصمیم به هغه نیسي فکر نه اتم بله در سیاست مهمترین اصلی هست که شما استقلالیت داشته باشین آیا پنجابی ها استقلالیت سیاسی دارن که باز اوها اتمی که میگن ما دارین که او هم در حاله از ابهام هست به اختیار خودشان باشه پس MI6 چی میکنه امریکایی ها چی میکنن پدر معنویشون پس چرا 5 پایگاه امریکایی ها در پاکستان هست یعقوب‌آباد نظرآباد بعد بیره پایگاه شمسی و یک پایگاه دیگهشون کشتی های جنگی امریکا چی میکنه که در کراچی پهلو گرفته شبکه استخباراتی MI6 انگلستان چی میکنه که او را مدیریت میکنه اگر سلاح اتمی هم موجود باشه که در حاله از ابهام هست و مربوط به پنجابی ها نیست چرا که او صلاحیت نگهداشتش ندارن وقتی که امروز حکومتش رو به اضمحلال میره صلاحیت ها را برش اضافه بکنین تا که امریکایی نخواه پنجابی میتونه یک فیر راکت را داشته باشه چی برسه باز اتم که باز تکمیشه بسیار جنجالی هم هست او را زدنش امروز او جایگاه ترامپ کردن نمیتونه او برنامه را روسیه ای کار کردن نمیتونه کشورهای ابرقدرتی کار کردن نمیتونن که با صلاحیت را به دست یک روانی بدن او هم رئیس ستادشون که حتی خودش تامین امنیت خود کردن نمیتونه در نشست قبلی که چند وقت پیش داشت با بوتل رنگ بروش زدن یک آدم احساساتی باز اگه او تکمه موشک اتمی را که او را بزنن پیش از او باشه اگه ما بین کارمنداشون جنگ بکنه شاید اون تکمه را بزنه باز هم پاکستان چی کنه با جهان خود در تقابل داشته باشه این صحبت ها موج‌سواری سیاسی هست فقط از آن منطقه و جهان را او میخوان به یک طرف دیگه ببرن و او را اکتیو بسازن و در داخل بر مردم خود یک اخطار داشته باشن و تقابل هایی را که با افغانستان او آمدن ایجاد کردن گویا میگن که ما پشت گرفتن صلاحیت بیشتری از پارلمان و از سنا هستیم که ما بتونیم در تقابل ها مدیریت واضح داشته باشیم خب مشخص است که حکومت پنجابستان را شبکه استخباراتی ملعونش مدیریت میکنه حکومتش از مردم خود تابع نیست ایجاد فاصله ها مطرح بحث شده همه چیز را برای خود یک حلقه مشخصی که در لاهور حکومت میکنن میخواین پس طبعا برنامه ها در آینده مشخص میشه که یا یک موج‌سواری سیاسی هست درست وقتی چې دومره صلاحیت دوی یو کس ته ورکوي هغه هم په ټوله کې د پوځ مشر نمایي البته که دغه مسوده تایید شي نو بیا فکر کوئ لومړي وزیر یا ولسمشر ته څه اړتیا ده وزیر دفاع ته څه اړتیا ده قانونا که دغلته بحث وکړو افغان یارسه ببینین حکومت های جابر و مستبد و کسایی که کشورهای دیگه او را کنترل میکنن همیشه میخوان که یک برنامه خاص را او مدیریت بکنن ما میبینیم در این اواخر که تنش‌ها فی مابین افغانستان و پنجابستان اضافه شده ارتش یک پیغام داره حکومت یک پیغام داره مردمشان یک پیغام حتی سنا و پارلمانشان هم ما دیدیم که اعضایش با هم جنگ کردن که این جنگ را قبول ندارن پس وقتی که تنش‌ها از داخل ایجاد شده اول اوای تنش‌ها را از بین ببرن سنا و پارلمان و حکومت ملکی و حکومت نظامی خود یکی بسازن حکومت استخباراتی خود یکی بسازن بعد میشه که پیام داشته باشن این پیام را هم باز در آینده مشخص میشه که پیام بر مبنای دیکته خارجی هاست بر حکومتداری در پاکستان
که او میخوان که همو انحصار قدرت را به یک جانب داشته باشن که او جانب همیشه که جانب اردو باشه. وقتی که اردو همین لحظه هم پیسه پاکستان تجارتش را اقتصادش را کنترل میکنه، در آینده هم میخواد که جنگ‌های نیابتی را او کنترل بکنه. درست. تاسو پاکستان کې د واک توازن څنګه ګورئ؟ د قدرت توازن کدام قدرت؟ د دوی پوځي حکومت و ملکی حکومت ترمنځ حکومتی که نتونه دست آرامش را بالای مردم خود سایه داشته باشه، مردم خود تحت اندامهای گوناگون از هم جدا بسازه و امروز تقابل ها فی مابین اردو و حکومت ملکیشان مشخص است و از طرف شبکه استخباراتی با ملکی و اردویشان مشخص است، او میتونه که دورنمای خوبی برای حکومتداری داشته باشه. امروز جنگ هایی که در پنجابستان مطرح بحث شده، آزاد پختونخوا ها، بلوچ ها، سندی ها که به ده ها نه صدها هزار نفر مسلح شدن و 20 و چند سال میشه که جنگ میکنن، به خاطر چی هست؟ اگر توازن می بود، اگر همدیگر پذیری می بود، حکومت ملکی و نظامی و اردو هدف خدمت با مردم هست، برای مردم هست، از مردم هست. پس چگونه است که مردم خود شما میکشین؟ آیا یک ماه قبل در مظاهره که مردم به طرف لاهور و به طرف اسلام آباد میرفتن حمله نکردن، 350 نفر شهید نکردن از مردم عام را، بیش از 3000 نفر زخمی نساختن؟ اردو به خاطر ازی هست. وقتی اردویشان اردوی غیر منظم هست و او هم حتی عقاید بارماندیشان متفاوت هست. ما دیدیم که در جنگی که همراه افغانستان شروع کردن در امتداد خط فرضی تحمیلی و تمثیلی دیورند، عساکرشان همین اردوی به اصطلاح که شما یاد کردین، حتی واسکت‌هایشان نمانده بود، واسکت‌های زرهشان، کلاهایشان نمانده بود، نمیگریختن. مردم در پشاور او را به سنگ نمیزدن که نگریزین اینجا جنگ است، به جنگ برین. اردو زمان اردو گفته میشه که از قلب مردم خود آگاه باشه، نه که مردم بروی مردم خود بزنه. حکومتی رو میگن که از مردم خود آگاهی داشته باشه، سهولت ها رو برشان ایجاد بکنن. شما سر بزنین به لاهور، حاکمان پنجابستان را ببینید چقدر زندگی های آرام داره، و سر بزنین به مناطق آزاد پختونخواها، کشمیری ها، بلوچ ها، حتی زندگیشان بسیار زندگی ناآرام هست، نه بر صحت، نه بر تحصیل و نه هم بر موضوعات دیگه او دسترسی ندارن. اما در جنگ‌های نیابتی این مردم را همیشه او آمدن انداختن، به جان هم انداختن. امروز اگر این قدرت‌ها و صلاحیت‌ها برمیگرده به یک نفر و او هم رئیس ستاد ارتش و او هم یک انسان روانی را که ما می‌بینیم که در این روزا پیام‌هایش در اکس چگونه هست، آیا او میتونه اردوی را با گفته خودشان با او مدیریت بکنه؟ او هم بخش سلاح اتمی پنجابستان را که در حال از ابهام هست و انگلیسی‌ها برشان اجازه نمیده. اگر به واقعیت چنین سلاح اتمی در اختیارشان می بود و استقلالیت می داشت، ایران مطمئن بوده باشین که در جنگ‌های اخیری که شروع شده بود انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها او را از کشور می‌کشیدن. چرا که قوت گرفتن گروه‌های مخالف پنجابستان میتونه که جهان را به تهدید مواجه بسازه. اگر به جای از اینکه همون تکمه موشک‌های اتمی در اختیار رئیس ستاد قرار بگیره، در اختیار گروه‌های مخالف مسلح پنجابستانی‌ها قرار بگیره، نه تنها که خودشان را، جهان را هم میتونن تهدید بکنن. پس چرا جهان سکوت کرده؟ رهبری گروه‌های هراس افغان در پنجابستان از بین میره، در مواد مخدر مقام اول را میگیرن، در مقابل مردم خود با مرمی میزنن. چرا جهان سکوت میکنه؟ و این صحبت ها به خاطر از این هست که از آن بین المللی را به طرف دیگه معطوف بدارن از عهد شکنی هایی که پنجابی ها در نشست استانبول و در نشست دوحه مطرح بحث با افغانستان داشتن که با میز مذاکره را بدون نتیجه او رها کردن و حال بر مردم خود میخواین نشان بدن که بله ما میخواین اردوی خود اردوی منسجم بسازیم، استخبارات منسجم باشه در مقابل حملات بعدی که برای ما اگر مطرح بحث میشه ما واحد باشیم، که واحد شده نمیتونن. وقتی که به 78 سال شما نتونستین مردم خود همدیگر پذیری داشته باشین، به این چند ماهی که شما آخرای حکومتتان هست، شما در به این میتونید که همدیگر پذیری ایجاد بکنید تا بکنید. درست. فکر کوئ چې څومره د دې امکانات ډېر دي چې یو ځل بیا هم د لومړي وزیر او همدغه د پوځ مشر ترمنځ به د واک پر سر باندې د صلاحیت پر سر باندې بیا ستونزه رامنځته کیږي او بیا به هم د پاکستان یو لوی بېثباتۍ ته ځي؟ شاهد بحث ما شمالت افغانستان هست. اوضاع کشورهای همسایه شمالت افغانستان تجزیه و تحلیل داره و پاکستانی ها را طبعا که میفهمند. آیا اردو و حکومت ملکی پنجابستان مستقل هست؟ اگر مستقل هست پس چگونه هست که در یک موضوع و تنش را که خودشان ایجاد کردن اجازه ای را ندارن که امضا بکنن که بله ما دیگه چنین کار را نمیکنیم؟ گفتن ما مبارزه با تروریسم میکنیم، رهبر گروپ تی تی پی را در افغانستان زدن بود، اما پیامش هم آمد ویدیویی و صوتی که زنده هست و میگه ما جهاد میکنیم. چرا پنجابی ها در میز مذاکره از میز مذاکره گریختن؟
چرا حکومت افغانستان وقتی که برشان میگه که حریم ما از طریق پهپادهای آمریکایی نقض نشود، شما گروه‌های هرز افغان تربیت نکنین، قبول نمیکنن. پس نشان دهنده این هست که پشت حکومت ملکی و استخباراتی پنجابستان یک قوت دیگه شیشته هست که MI6 انگلستان و آمریکایی هاست که مدیریت میکنن. پس وقتی که امروز هم پیام میره به سنا دارن، پیام میره به پارلمان کشور خود دارن، مبنی بر این که شما بر ما مسئولیت بدین، این خواسته های رئیس ستاد و رئیس استخبارات و رئیس جمهورشان هست. وقتی شما ما را به جنگ وادار میکنین که ما با افغانستان جنگ کنیم، دورنمای این جنگ خود ناکامی ما هست. دورنمای این جنگ این هست که پاکستانی ها از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی تاوان میکنن. درست. وقتی که جنگ خاتمه پیدا بکنه و ما هم به لاهور برسیم، افغان هم تا به اتک برن، باز محکمه های پاکستان باز ما را محاکمه نمیکنن که شما جنگی را میفهمیدین که در جنگ پیروز نمیشین، چرا شما جنگ کردین؟ باز ایره اوجه یا میگن که ما یه قانونی ساخته بودین، قانون ما را تحت پیگرد قرار نمیده. دوست عزتمن بحث دوام ورکو ورستی لاند دمه عزتمن دریدونکو لاند دملارو بیرته راګرځو. د خبرونه دوام ته راغلاست. افغانان صاحب بل پښتنه دلته دا ده چې اوس دغه مسوده به سنا ته ځي، د غو ځای څخه به پاس کیږي، بیا به ولسمشر ته ځي، بیا به هغه پرې امضا کړي، د څخه به اساسي قانون جوړیږي. فکر کوئ چې په دغه سنا کې په ټوله کې دومره قوت او قدرت شته ده چې دغه مسوده په ټوله کې بیخي پاس نشي کړی؟ اگر قدرت می داشتن، حکومتشان نامش هست حکومت جمهوری اسلامی پاکستان، اما هم جنسگرایی را او آمدن قانونی ساختن، هیرامندوی را او در لاهور آمدن ایجاد کردن و عساکرش جو پیرو گزمه میکنه. خب وقتی که او را سرشان پاس کرد، خب این هم سرشان پاس میکنه. آیا جنگ هایی را که یا شروع کردن کدام وجه داره؟ وجه قانونی داره؟ سیلی زدن به روی مهاجر جنبه قانونی داره؟ آیا یک روز سنا و پارلمانشان بر وزیر خارجه و وزیر داخله و بردگاهشان گفت که موضوع مهاجرت یک موضوع بین المللی هست، شما این سیاسی نسازین؟ در 40 سال گذشته که از با دست افغانستان یا معامله‌گری های استخباراتی میکنن، کسی از پرسان کرد؟ وقتی که در سنا هم افراد قانون شکنی هست، او هم میخواد که ویزا و پاسپورت انگلستان و آمریکا به جیبشان باشه، مسئول هم باشن، کلدار پنجابی حالا کم شده خود به دلار بفروشن، دزدی کنن، بازو جواب برن. رئیس جمهور هم منتظر است همون چاپلوسی که در 80مین نشست شورای امنیت بر ترامپ میگفت 30 ثانیه وقت بده، 15 ثانیه او را کاندید جایزه نوبل کرد و در پاریس شو رهبر صلح جهان نامید و در شرم الشیخ هم بازم چاپلوسی کرد بر از او. خب این موضوع از طرف آمریکایی ها انگلیسی ها دیکته شده، او خب بیاز امضا میکنه، چش بود امضا میکنه، پیشکبان هم نمیبینه که چی نوشته است، به خاطر اینکه مسئولیت داشته باشه. اگر مسئولیتی که امروز اون مطرح بحث دارن در گذشته می داشت، عمران خان کس بندی کرده میتونست؟ طبعا نخست وزیر کشور بود و یک حزب کلان رهبری میکرد، کسی رو بندی نمیکرد. اما خلاها زمانی میاد که قانون ها بیا دو طرفه تطبیق نشوه بالای ملت و حکومت. هر کس که در جایگاه بالا بود برای خود مسئولیت بخره، مسئولیت بگیره، و کسی که در پایین بود بالاش تطبیق شوه. فرقش چی هست؟ امروز ملت پاکستان نمیخواد که حکومتشان حکومت معامله‌گر باشه، حکومت وطن فروش باشه، کشورهای همسایه را بفروشه. پس وقتی که بر خود راه پیدا میکنه، جنرالایشان، رئیس استخباراتش، وزیر دفاعش، رئیس جمهورش، خب ملت هم راضی نیست. اما نمایندهای واقعی ملت در پارلمان صدا بلند کرده میتونن؟ طبعا که چنین نیست. در سنا صدا بلند کرده میتونن؟ از یک تعداد پرسان کردن که چطور شما قانون همجنسگرایی را در پاکستان شما اومدین تصویب کردین، گفت ما کارت خود بلند کردیم، ما صلاحیت دیگه نداشتین، دیگه زیادتر بود. امروز ببینید به کجا رسیدن اوها. هدف از این قانونگذاری ها چی هست؟ یک طرف داخل شدن به سیاست و استخبارات هست. یعنی هر ظلم و هر تهجری که بکنین شما به او جنبه قانونی بدین، به جنبه بدین کسی شما را در محکمه قضایی شما را تحت پیگرد قرار نده. درست. افغانیار صاحب اوس به د مدني ټولنو په ټولو کې د احزابو لکه تاسو نوم واخیستلو پی ټی آی چې اوس مهال یو غټ اپوزیسیون دی په پاکستان کې، ترڅنګ خبریالان، ترڅنګ تر ټولو مهم محاکم، قاضیان، څارنوالان، ځکه یو قانون پاس کیږي، د دوی غبرګون به څه دیته؟ ببینین قانون پاس میشه، صحبت میشه، قضا دارن، څارنوالی دارن، محکمه دارن. ما پیشتر گفتین وقتی که نامت را کشور اسلامی میگذاری اما قوانین کفری باشه و متابعت از امریکایی و انگلیسی داشته باشی، آیا حکومتداری دوام میکنه؟
کسایی که در رأس احزاب هستن یک تعداد احزاب هستن که موضوعات اسلامی و بارمندی های دینی برشان مهم هست و تا می لحظه به او استادگی کردن و در جنگ های که یا مدیریت کردن و آمدن مظاهره کردن. حتی رهبرای سیاسیش در مطبوعات قرار گرفتن، پیام داشتن، مظاهره کردن که با افغانستان چنین شما نکنین. یک تعداد علمایشان در پارلمان اصلاح شدن، در افغانستان دفاع کردن، احادیث را یاد کردن، آیات را خواندن. او جایگاه ندارن، جایگاهش بسیار جایگاه ضعیف هست. جایگاه شبکه استخباراتی و اردوی پنجابستان یک بخش ظالمانهش هست که هر کس صدا بلند بکنه باز نیست. وقتی امروز ما و شما صحبت میکنیم، در مقابل کامera قرار میگیرین، قلم پیش ما هست، صحبت میکنیم، عواقب صحبت خود میفهمین چی است. وقتی که ما در پاکستان نیستیم، در افغانستان پیام های ناآرامی بر ما روان میشه، مردم خود او آرام میمونه؟ طبعا که مردم خود او آرام نمیمونه. از بعد پیدایش قده سرطانی برگردین تاریخ را مطالعه بکنین. 78 سال قبل زمانی که پنجابستان ایجاد شد، رئیس MI6 انگلستان 5 سال متواتر خودش ISR کنترل کرد تا که پایه هایش ساخته شد. بعد دست پنجابی ها با عنوان نماینده خودش روان کرد. تا همین لحظه شما ببینید رئیس های ستاد ارتششان و استخباراتشان خانه‌هایشان کجاست؟ آیا همین رئیس ستاد فیلی زنش به داخل پنجابستان هست؟ بچه‌هایش هست؟ رئیس استخباراتش زن و بچه‌ش اونجا هست؟ طبعا که نیست. با پاسپورت امریکایی و پاسپورت انگلیسی در اون کشورها او زندگی میکنن. پس وقتی که بر خود هم مسئولیت میدن، به این معنا هست اگر حکومتشان رو به ازمهلال میره، مردم نتونن او رو به محاکمه بکشن. اگر برن بگن این قانونی هست که در پارلمان و این قانونی هست که در سنا پاس شده بود و رئیس جمهور امور توشیح کرده بود، ما را کس تعقیب عدلی و قضایی کرده نمیتونه. یعنی دست خود به کشتن، دست خود به ناآرامسازی ها، دست خود به استخبارات منطقه فروختن قوی‌تر او میسازن با این قانونی را که او میخوان تصویب بکنن. یعنی هر نشستی که با هر شبکه استخباراتی داشته باشه معامله‌گری ها را مطرح بحث بدن، مردم از او پرسان کردن نتونه فردا در میز صحبت و گفتمان در پارلمان او را نخواهد، استجوابشان نکنه، در سنا نخواهد که بخواهد میگین قانونی است که ما بر شما گپ زدن نمیتونه و جواب دادن نمیتونه. فکر نکوي همدغه په خپل ذات کې د قانون ماتول او قانون تسپکوي د افغانیار صاحب. قانون به کجا داره او کشور که بازو را حداقل یو څه خو لیکلي دي د قانون په نوم باندې زما موخه همغه ده. همو هست. خو بیا از اول زیر پای ما گفتم وقتی که او میان هیرامندوی ایجاد میکنن و هزارها نفر اوجا میان و عسکرش اوجا پیدا و گزمه میکنه، قانون همجنسگرایی در کشور خود او تصویب میکنن و قوانین دیگر تصویب میکنن، باز به او قانون چی احترام دارن او؟ و اکثریت کسایی که امروز در رأس حاکمیت پنجابستان قرار گرفته کسایی هست که نطفه های ناخلف همون هیرامندوی است که پدر و مادرشان معلوم نیست، امروز میاین هم منطقه و هم جهان را و هم مردم خود نارام میسازن. اوس به څه ترسره کیږي افغانیار صاحب په پاکستان کې د دا ډول کړنو ته په کتو احزاب به اوس مهال څه کوي، خصوصا د ښاغلي خان حزب PTI؟ ببینین ملت پاکستان احزابی که احزاب ملی هست همیشه منافع ملی خود را میخواد. احزابی که تمثیلی بوده و پروژه های استخباراتی فرامنطقوی را میگیره او در ظاهر با مردم خود در باطن با مردم خود نیستند. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد شب دیگر نمی سوزد. وقتی که وزیر دفاعش در یک نشست به بوتل رنگ بروش میخوره که قانون هم تصویب شود و او را بیای معاف بسازه، باز یک کس پیدا خواهد شود که باز در یک جای برویش بزنه و احقاق حق مردم خدا که مردم پاکستان است از او بگیرن. طبعا که چنین میشه، اما ما فکر کنیم تا زمانی که قانون تصویب شود تحولات بیشتر در پاکستان مطرح بحث میشه و او قانون هم طبعا که نیمه‌کاره میمونه. بس یعنی فکر نکوي چې افغانیار صاحب که دا قانون تصویب شي زیاتره به د کودتا چې دوی په ملکي حکومت باندې کودتا وکړي یا مثلا ټول واک پوځیانو ته په لاس ورشي، دې ته یوه زمینه برابروي، لکه په تېره کې چې وخت نه وخت ښاغلي پرویز مشرف ترسره کړله یا هم نور ډېری د پوځ مشران چې د هغو وخت. ما گفتیم استقلالیت اقتصادی و سیاسی مهمترین اصل در حکومتداری هست که حکومت پنجابستانی ها در 78 سال گذشته نی استقلالیت سیاسی داشتند و نی هم استقلالیت اقتصادی داشتند. به این ملحوظ است که حکومت ملکی، حکومت نظامی مربوط به خودشان نیست. نامشان فوج پاکستان است، نامش استخبارات پنجابستان هست، نامش رئیس جمهور پنجابستان هست، اما مدیریت را
ملت افغانستان و جهان میفهمه که کشورهای ابرقدرت میکنه کور ایجاد کرد. 78 سال قبل انگلستان و روسیه این قده سرطانی را ایجاد کرد و شبکه استخباراتی و نظامیش را امیا ساخت و حال هم بدون اجازهشان هیچ کار را کردن نمیتونن و هر ظلمی را که یا بر خود میخواین جنبه قانونی بدن، اما مردم پاکستان احقاق حق خودم میکنن. همون شکلی را که در طول چند دهه گذشته به ده ها هزار نفر را از بلوچ ها و از سندی ها و آزاد پختونخواها و کشمیری خواها یا کشتن، در عملیات هایی که در امتداد خط فرضی تحمیلی و تمثیلی دیورند انجام دادن از سال 2002 تا فعلا بیش از 1,800,000 نفر را یا بی خانمان ساختن. مردم خدا که میگن مردم ما هست. پس وقتی که هر کدام از این مردم را ضرب 5 نفر بسازین که بیشتر از این هست، چند میلیون نفر فقط امیال منتظر هستن که همون عقده‌گشایی های ناآرامی ها را از حکومت پنجابستان از استخباراتش بگیرن. پس طبعا وقتی که تقابل ها را مدیریت کرده، حال میخواد یک راه را باز بکنه که گویا ما منافع ملی خود را میخوایم مطرح بحث داشته باشیم، صلاحیت های یک شخص را بالا میبرین که صلاحیت های دیگه کمتر باشه که ما عکس العمل واقع بینانه داشته باشیم. عکس العملتون چی هست؟ هر پنجابستانی همین لحظه 1 میلیون کلدار قرضدار هست. عکس العملتون چی هست؟ با هندوستان خود مواجه ساختین، با ایرانستان خود مواجه ساختین، با آزاد پختونخواها، با بلوچ ها، با سندی ها، با کشمیری خواها و حال با افغانستان. وقتی یخن خود دست چند نفر بدین بر شما یخن نمیمونه که با شما قانون تصویب بکنه و قانون بتونه از شما به شما مسئولیت بده. مسئولیت همسایه بودن خوب هست، مسئولیت خدمت به مردم هست، مسئولیت احترام به قوانین بین المللی هست که پنجابی ها چنین چیزی را ندارن. بله، اوس به د خلکو غبرګون دا ډول کړنو ته څه وي، کوم کسان چې هغلته اوسیږي په ټوله کې که په یو دقیقه کې دغه بحث هم سره راټول کړو په همدې پوښتنې سره؟ مردم پیام خود دادن. پیام مردم چی است؟ وقتی که مظاهره را شروع میکنن به هزارها نفر به بیرون میبراین با دست خالی. چی هست؟ زمانی که یک رهبر سیاسی یا قومی را او شهید میسازن، مردم به سرک ها میبراین، پیامشان چی هست؟ ای که به صدها هزار نفر در پارسال چند ماه گذشته به طرف لاهور و به طرف اسلام آباد مظاهره کردن، شوها و شوها را سپری کردن، به خاطر چی بود؟ ملت ها پیام خود داره، اما حکومت های مستبد، حکومت های غلام هیچگاه پیام را نمیشنوه. پنجابی ها یک روز صبح بخیزین که ببین حکومتشان ببینین نیست. به خاطر از اینکه او پاسپورت هایشان ویزا کدگی است، همه چیز آماده تیار هست. فقط کدام تهدید بالاشان شوه بعد از پایگاه های امنی که امریکایی ها برشان ایجاد کرده در 5 پایگاه و کشتی هایی که برشان در پاکستان آورده، با او میگرزن میرن. میمونه ملت ها که با سرنوشت خود تعیین بکنن. این مهم هست که در آینده سیاسی پنجابستان قوت های استخباراتی اردویشان آیا از مردم سرچشمه میگیرن یا نه باز هم انگلیسی ها و امریکایی ها میتونن اعمال فشار داشته باشه. به امید این روزی که کسایی که به خاطر احقاق حقشان در پنجابستان مبارزه بر حق به اساس قوانین و تطبیق شریعت اسلامی دارن او به حق خود بگیرن و ما هم در افغانستان آرام باشین و اراضی اشغالی افغانستان هم به افغانستان برگرده تا به عنوان همسایه های خوبی افغانستان در لاهور بتونه با حاکمان پنجابستان همسایگی داشته باشه. ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر زلمی افغانیار صاحب. په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمند لیدونکو، د نن څېړنه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.